یک خبر خیلی خوش دارم برای آدمایی که میترسن. اصلا بزرگترین دشمن انسان از همه دیده میدونی چیه؟ از همه دشمن بزرگتری برای انسان این ترسه. بعضی ها از ملیسه میترسن، بعضی ها از کمبود رزق میترسن، بعضی ها از جای کار میترسن و بعضی های دیگر ایزن. اما همه این ترس ها لیاقت او را ندارن که ما درباره اونها فکر بکنیم، چون که ما بالای سر الله داریم که همیشه امور ما، کارهای ما در دست او است و او الله ارحم الراحمین است. اولادترین ترس برای انسان چی است؟ همون ترسی هست که انسان از او بترسه که مبادا روز قیامت داخل دوزخ بشود. انا این است ترسی که واقعا درباره او باید فکر کرد، نه فقط فکر، باید عمل هم کرد. خبر خوش چیه؟ خبر خوش این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر یک انسان از برای الله اگر یک روز روزه گرفت، خداوند وجه او را، روی او را از دوزخ به مسافه 70 ساله را دور میکنه. تصور میکنه یک روز روزه میگیری، الله عزوجل 70 ساله را ترا از دوزخ دور میکنه. شنیدن که شنیدیم، الله عزوجل عمل کردن برای ما نصیب گردانه.